أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل قیام اللیل، یعنی که باب در مسئله فضیلت قیام لیل یا فضیلت نماز تهجد، فضیلت نمازی که در شب خوانده می شود. پس بعضی از برادرها و دوستان سوال میکنند که نماز تهجد از نماز قیام لیل چی فرقیت دارد؟ فرق کوتاهش همین است که انسان بعد از نماز خفتن اگر خواب شود چند لحظه، 1 ساعت 2 ساعت، از خواب خیسته بعد نماز شب بخواند، اون را میگویند نماز تهجد. اون میشود نماز تهجد. تهجد یعنی ترک کردن وجود. تهجد یعنی ترک الوجودی. وجود یعنی خواب، ترک خواب. انسان خواب نمیشود و میخیزد شب نماز میخواند، یا اول کمی خواب شده و ترک خواب میکند نماز میخواند، این را میگویند نماز تهجد. اما اگر که انسان شب خفتن را خواند و خواب نکرد، بیدار استاد، بعد نماز شب خواند، اون را میگویند نماز قیام لیل. قیام لیل یعنی که انسان بعد خفتن خواب نکرده نماز شب میخواند، این میشود قیام لیل. اما اگر خواب شده بعد خسته قیام لیل بعد خسته نماز شب بخواند، این را میگویند نماز تهجد. پس فرقیت بین این دو همین است. و در این باب درباره هم نماز قیام لیل و هم نماز تهجد، یعنی عموما درباره فضیلت نماز شب، که انسان در شب چی نماز تهجد بخواند، یعنی خواب شده بعدن خسته بخواند، یا چی خواب نشیده در شب بعد از خفتن نماز نافله بخواند، فضیلتش چی می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 آیت میارد، بعد از اون میگذرد در قسم حدیث ها. آیت اولش قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه، گفته است در سوره اسراء آیت 79. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت 79 میگوید که و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. الله سبحانه و تعالی میگد و من اللیل، یعنی در شب، شبانگاه، یک قسمی از شب را، فتهجد به، پس نماز تهجد بخوان در همون شب. در شب خسته نماز تهجد بخوان. نافلة لک، یعنی که نافله مخصوص تو هست ای پیغمبر. برای خاطر نماز قیام لیل، نماز تهجد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرض بود، واجب بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید نماز شب رو میخواند، که الله سبحانه و تعالی میگه نافلة لک، نافله مخصوص تو است، یعنی که در سر تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حتمی است. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی باشد که یا نزدیک است که بفرستد، برساند تو را، ایبعثک یعنی که برساند تو را پروردگارت مقام محمود، به یک جای محمود، با همون مقام محمود، به جایگاه محمود، شاید که الله سبحانه و تعالی برای تو را به اونجا برساند. پس این اولین آیت بود که الله سبحانه و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفت فتهجد به، یعنی نماز نافله بخوان در شب. از این حساب برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز تهجد خواندن واجب بود، برای امتانش سنت است. برای امتان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز تهجد، نماز قیام لیل سنت می باشد. این اولین آیت. آیت دوم میگه الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره سجده آیت 16. الله سبحانه و تعالی میگه که تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى یعنی که دور می باشد، یعنی که دور می باشد پهلوهایشان از جای خوابشان. تتجافى جنوبهم یعنی که دور می باشد پهلوهایشان از جای خوابشان. یعنی چی؟
یعنی که شب خواب نمی شوند، ترک خواب میکنند و میخیزند نماز قیام لیل میخوانند. تتجافا جنوبهم، یعنی که دور میشوند پهلوهایشان عن المضاجع، از جایگاه خوابشان، از رخت خوابشان، یعنی خواب نمیشوند، ترک خواب میکنند و میخیزند نماز تهجد میخوانند. این آیت هم همچنین دلالت میکند به قیام لیل، به نمازی که در شب خوانده میشود. خب این بود دویم آیت. آیت سیوم و قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره ذاریات آیت 17: کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی بودن کمی از شب میخوابیدن، یعنی شب کمش خواب میکردن، بسیارش با عبادت، با پرستش الله تبارک و تعالی میگذرانیدند. پس این آیت ها، این سه آیت دلالت میکند برای نماز شب خوندن یا فضائل بزرگ نماز شب رو بیان میکند که نماز شب این عبادت مخصوصی بعضی از بندگان الله تبارک و تعالی هستند، همون بندگان اهل تقوا و اهل زهد و پرهیزکار. خب این بود سه آیت درباره فضیلت نماز شب. بعد از این میگذرد در قسم حدیث ها. اولین حدیث این باب حدیث 1159 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که وعن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم یقوم من اللیل، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام لیل داشت، قیام لیل میخوان، حتی تتفطر قدماه، تا اندازه ای را، یعنی چنان قیام لیل را طولانی میخوان که تتفطر قدماه، یعنی ورم میکرد دو قدم پیغمبر، دو پایهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بسیار چخت ایستادن و از عبادت طولانی کردن در شبها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قدمهایش ورم میکردن. فقلت له، حضرت عایشه رضی الله عنها میگه پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفتم که این لما تصنع هذا یا رسول الله، لما تصنع هذا یا رسول الله، یعنی چرا این کار رو میکنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی چرا خودت رو اینقدر عذاب میتی در شب که قدمات ورم میکند. و قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، واقعا بخشیده شدگی از گناهان گذشته تو، گناهان آینده، یعنی گناهان تو همش بخشیده شده است. ای رسول الله چرا تو اینقدر خودت رو عذاب میدی؟ چرا اینقدر طولانی نماز میخونی که قدمات ورم میکند؟ حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو همین طور که گفت، قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب دادن که افلا اکونو عبدا شکورا، یعنی آیا بنده شکرگزار نباشم؟ پس از این حدیث بزرگواران عالمان میگیرن میگوین که شکر فقط با زبان نیست، که با زبان ما بگوییم شکرت ای الله یا شکری نعمتهایت ای الله، یعنی شکر فقط به زبان نیست، شکر باید در عملم باشد، یعنی که الله تبارک و تعالی را زیادتر عبادت کنی، الله سبحانه و تعالی را با عبادت های زیادتی، با نافله زیادتر پرستش الله را کنی، با عملم نشان دادن شکر میگه باید بنده انجام بدهد. افلا اکون عبدا شکورا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا بنده شکرگزار نباشم؟ یعنی که الله سبحانه و تعالی گناهان گذشته و آینده ام را بخشیده است، اما من بنده شکرگزار هستم. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این میگوید و عن المغیرة بن شعبة نحوه، یعنی که از مغیره ابن شعبه مانند همین حدیث میگه روایت شده است، به همین معنی مانند همین میگه. حدیث دیگر دونم که از مغیره است، یعنی که این حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها بود، حدیث دیگری از مغیره ابن شعبه داریم. اون حدیث هم همچنین حدیث متفق علیه می باشد، فقط راویاشون فرق میکند. خب این بود حدیث 1159. بعد از این حدیث 1160 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن علی رضی الله عنه، یعنی از حضرت علی
ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم طرقه و فاطمه لیلتا. هر آنه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرقه، یعنی که شب آمد نزدی حضرت علی رضی الله عنه و فاطمه، یعنی نزدی فاطمه رضی الله عنها، لیلتا در شب حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد حضرت علی و حضرت فاطمه رضی الله عنهما رفت. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الا تصلیانی، یعنی آیا شما هر دویتون، یعنی حضرت علی با فاطمه رضی الله عنهما، آیا هر دی شما لا تصلیانی، یعنی نماز نمیگذارید، یعنی نماز شب نمیخونید، نماز شب آیا هر دی شما نمیگذارید؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشویق کناندن این دو بزرگوار را، یعنی دامادش را با دخترش، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشویق کناندن برای نماز شب خواندن. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1160 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1161 کتاب ریاض الصالحین. و عن سالم ابن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهم عن ابیه، یعنی که از سالم ابن عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنهم، الله از همه اینها راضی باشد، یعنی سالم نبیره نوسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. سالم نبیره حضرت عمر عن ابیه، از پدرش روایت میکند. پدرش کی است؟ پدرش عبدالله ابن عمر. از عبدالله ابن عمر روایت میکند، میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من اللیل. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بهترین و خوبترین مرد عبدالله هست، یا میتونیم بگیم نعم الرجل عبدالله، یعنی مردی خوب هست عبدالله، بهترین مرد است عبدالله، لو کان یصلی من اللیل، اگر که نماز شب میگذارید، یا ای کاش، لو در اینجا به معنای لوی شرطیه نیست، لوی تمنیش میگویند، یعنی لو کان یصلی، ای کاش نماز میگذارید، من اللیل یعنی نماز شب، ای کاش نماز شب میگذارید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله را گفتن بهترین مرد است و ای کاش نماز شب میگذارید، یعنی تشویقش کناندن برای نماز شب خواندن. قال سالمون، راوی حدیث سالم پسری عبدالله نبیره حضرت عمر رضی الله عنه میگوید، رضی الله عنهم میگوید که فکان عبدالله بعد ذلك لا ینام من اللیل الا قلیلا. میگه پس عبدالله بعد از این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبانگاه خواب نمیکرد مگر اینکه خیلی کم. یعنی دیگر حضرت عبدالله میگن شب خواب کردن تقریبا ترک کرده بود، خیلی کم خواب میکرد و میخواست نماز شب میخوند، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشویقش کنان، راهنماییش کرد برای نماز شب گذاشتن. این حدیث متفق علیه می باشد که بخاری و مسلم روایتش کردگی است. این بود حدیث 1161. بعد از این حدیث 1162 و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، یعنی در زیر حدیث 1162 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یا عبدالله لا تکن مثل فلانین، پیغمبر گفت که ای عبدالله مثل فلانی نباش، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، یعنی بود نماز شب میخوان پس نماز شب خواندن را ترک کرد. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک طریق بگم سرزنش کرد کسانی را که نماز شب میخواندند و نماز شب خواندن را ترک کردند. پیغمبر گفت که مثل فلانی نباش، یعنی که اون صفت بد برای خود گرفت که
نماز شب اول میخواند و ترک کردگی است، دیگر نماز شب نمیخواند. این حدیث متفق علیه است، یعنی که انسان نماز شب خواندن را وقتی که نیت میکند و قصد میکند و بر دوام میخواند، باید این نیت و قصد و مرامش بر دوام باشد، باید بر دوام باشد. اما یگان حالتهای در خواب میموند، یگان حالتهای عذر میشود، این حالتش استثنایی است. اما دائمی ترک کردنی، کسی که نماز قیام لیل میخواند و نماز تهجد میخواند دائمی باز ترکش کند، این صفتی ناباب و صفتی ناخوب و صفتی زشت میباشد. این بود حدیث 1162. بعد از این حدیث 1163 در حدیث 1163 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت که ذکر عند النبی صلی الله علیه و سلم رجل نام لیلة حتی اصبح قال، میگه یاد شد در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مردی، یعنی در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرد را، قصه اش را، حالش را ذکر کردن، یاد کردن. اون مرد چیکار کرده است؟ نام لیلة حتی اصبح، اون مرد یک شب را تا روز خواب کرده است، یعنی شب خواب کرده است تا روز را، حتی اصبح تا صبح شدن را، تا بامداد را شب خواب کرده است. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در وقت ذکر کردن همین مرد پیغمبر گفت که ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که آن مرد هست که بول کرده است، پیشاب کرده است شیطان در دو گوش اون مرد. یعنی اون مرد وقتی که شب خواب کرد تا روز خیستن نماز تهجد که نخوان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که در گوش اون مرد شیطان پیشاب کردگی هست. او قال فی اذنه، یا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت در گوشش، یعنی در دو گوشش یا در گوشش شیطان پیشاب کرده است که اون مرد خیسته نماز تهجد نخوانده است. و بعضی علما میگویند، شارح‌ها میگویند که شیطان واقعا پیشاب کردگی است. یعنی ظاهری این حدیث را بگیریم، اگر واقعا شیطان میآید و پیشاب میکند که انسان از نماز شب خواندن محروم می شود. بعضی انسان ها، بعضی شارحان میگویند که مقصد از پیشاب کردن شیطان یعنی که شیطان بالای این انسان غالب آمده است، بالای این انسان غالب آمده است. از این حساب با یک کنایه، با یک لفظی بد و با یک لفظی سخت و با یک لفظی زشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که شیطان در گوش این انسان پیشاب کرده است، گفته تا اینکه انسان متوجه شود، تا اینکه انسان نماز شب برای خود کسب بکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این لفظ زشت را، این لفظ بد را، این لفظ سخت را استفاده برده است. بعضی راویا، بعضی شارحان میگویند این کنایه است. بعضی میگن که نه، واقعا پیشاب میکند که انسان نمیتواند، دیگر نمیشنود یا نمیتواند نماز شب بخواند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1163. بعد از این حدیث 1164 ان شاء الله حدیث 1164 را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروز همون را در همین جا به پایان میرسانیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.